هدف من توی گهوار مرد رو ورق جوهری با اشکای خوش، نقاشی و مشغالی گنگاه افکارم شده خرباری فوش. بحثی نیست که انسان کمه، بحث سر اینه چقدر سوگن خره، چون با هر کی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره. اینا تازه نیست عادت کردم، خط به خط توی کاغذ غرقم و شب به شب توی عالمی پرتم که جوونی حروم شد ساعت برگرد. توی اتاق تاریک و تار چشم بارید و نگام یه تاریخ شادی و به یاد نداره و سالی بار منتظر شادیم تو ثانیه هام. تقویم روی میخ دیوار نیست، فقط یه نور کوچولو ته زیر سیگاری داره میسوزونه، میفهمونه شب سیاه نیست، ما پای هم تا صبح بیداریم. ساعت برگرد، 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 اوه ساعت برگرد. بازم من همیشه یه گوشه ای تو اتاقم با رفتم، پس هرکی ندونه میپرسه میگه خوابم نه دادم، من بیدارم تو جایی که یادم هست فقط حالم بد. یادم میاد روزایی که عاشقونه با بچه های محله میرفتیم کوه پایه تا از روزها با ساعت مثل وقت رفتن و دوستامم و برف آب شدن تا گرم بمونه. روزایی که من پیش رو به نامرد و همه رفتن، همه سرگرم و غرقن توی کارها با عیالا داف، چون توی حیات ما دیگه جایی نیست واسه این همه عشق و حالالاش. اینا کیان به اصطلاح رفیقات و کجا باهات میان، تا چرا تو رو میخوان و واسه سود زیان و هیچکی طرفت نیست، چون لیست ورق شده 20 ورق خیس. ساعت برگرد،